بعد دویم همین صدقه فطر در مسجد ما همین خیلی بحث شده است که اوید همون صدقه فطر برای کودکی که در بطن مادر ما شنیدیم که از 4 ماه بالا باشد به همه هم داده می شود. امیره بعضی آدما گفتن که همین چیز در یگام جا گفتگی نیست، یگام خیلی حدیث پیغمبر گفتگی نیست. در یگان جا گفتگی نیست، گفتگی گپه گفتن در کار نیست، برای اون که در کتابا همه گپا هست. حضرت عثمان داماد پیامبر صلی الله علیه و سلم بودند. حضرت عثمان خلیفه راشد پیامبر صلی الله علیه و سلم تمسکوا بها و عضوا علیها بالنواجذ، سنت من و سنت خلفای راشدین یعنی حضرت ابوبکر و عمر و عثمان و علی، این 4 نفر هم سنتاش گریتان گفتن. حدیث صحیح هست. عثمان رضی الله عنه میگفتن که از کودکی که مقصد در شکم مادر است صدقه فطر برآورید میگفتن. هست کو در مذهب ابو حنیفه نیست، حالی و به دنیا نآمده است میگن، لیکن و آدم زنده هست، یعنی جان در آمدگی عجلش نوشته شده است. وقتی که کودک 120 روزه میشد 2 فرشته فرآمده به او جان میاندازند، نام و چیپ به پیشانیش، تقدیر او، عملهای او، اجل او، رزق او نوشته میرن تقدیرش را. حالا که او کودک جاندار حساب میشد. بنابراین بعضی علما گفتن که اگر میخواد کودک از دنیا گذرد یعنی به او جنازه خوانده میشد، شسته میشد، کفن کرده میشد، نام گذاشته میشد، قبر کرده میشد، حتی عقیقه هم کرده میشد گفتن. بله این در مذهب ابو حنیفه و یا آدم حساب نمیکنن حالی، چون که به حالی به دنیا نآمده است میگن. بله خلاف هست بین اونها، او زنده هست لیکن مثلا در شکم مادرش هست، یک آدم شکم مادر به زد به یگان چیز، کودک مرد، اون دیگه واجب میشد بر ذمه‌اش، یعنی پولی یا آدم زنده میسپارد، پرداخت میکند برای که آدم به قتل رسند. فرض کنیم زنک زنده ماند شکمش انگی بچهش هلاک شد مثلا، اون جریمه میتید، دیه میتید. برای چی؟ برای اینکه آدم زنده به قتل رسند. خلاصه خلاف است در مسئله. بله